اوریانا از نام قبیله های آریا کشور اوریایی ها زمین های ساحل چپ سیردریا سپس زمین های ساحل چپ امودریا سرزمین های امروزه ترکمنستان جنوب و غربی افغانستان و ایران. اوریایی از کلمه اوستایی آریا گرفته شده معنایش تازه یا اصلزاد است. اوریا نام قوم‌های از روزگاران بسیار قدیم در ایران، هند و اروپا مسکن گرفته نژاد هندو اروپایی. اوریا نام کشور اوریاییان. در سرچشمه‌های قدیم یک چند کشورهای اوریایی نامبر شده است. در میخریشت نوشته شده است که مسکن اوریایی‌ها 6 کشور را در بر می‌گیرد. این اشکت و پاورود در کوهسار هندوکوش، مرو، هرات، سوغد و خوارزم. در ویدوداد قسمت اوستا 16 کشور نامبر گردیده است. از آن جمله اوریانا ویجه به زبان اوستایی فضا یا دامنه های اوریا محل قدیمه سکونت طایفه های اوریایی نامبر شده است. این چنین در اوستا 5 خلق اوریایی نامبر شده است. یکم اوریا آفرندگان اوستا و خلق های دیگر غیر از اعتقاد دین زردشت. تویریا، سیریما، سعینی و دخها نامبر شدند که به خلقهای ایرانی زبان یعنی اوریایی ها نسبت داده شدند. محض از همین تضاد اوستایی من بعد تضاد ایران کشورهای اوریایی ها و توران دولت افراسیاب به میان آمده است. از روی دستخطهای کتاب اوستا و ودها، ادبیات زردشتی و سرچشمه‌های عصر میانگی قبیل تاریخ طبری، شاهنامه فردوسی، فارسنامه ابن بلخی و غیره به کشور اوریانا، دولت پیشدادایان و دولت کیانیان و دولت توران، پادشاهی باختر قدیم، دولت سوغد قدیم، دولت خوارزم، پارس، دولت ماد و خراسان داخل شدند. اوریانا بناهن تحقیقاتی همان زمانه نشان داده شده است که ورارود تا مرزهای روسیه و در شمال با چین همسرحد بودند. اگر ویدیوهای ما به شما پسند آمده باشند پس ابونه شدن را فراموش نکنید و در زیر فکر و عقیده های خودتان را نویسید و ما کوشش میکنیم که به آنها پاسخ گردانیم.